در ملاقاتی کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا رکس تیلرسون با وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف مسائل مربوط به اوکراین و سوریه در مرکز بررسی ها قرار داشت. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا پیشتر گفت که رکس تیلرسون ساعت 9 سپتامبر برای گفتگو با سرگئی لاوروف به دفتر روسیه در سازمان ملل متحد می رود. بعدتر سخنگوی نهاد هزر ناورت گفت که دیپلمات‌ها شام یکشنبه در حاشیه نشست مجمع کل سازمان ملل متحد ملاقات کردند. وی گفت که هر دو جانب به ختم عملیات نظامی در سوریه، کاهش خشونت‌ها و شروع کارهای دیپلماتی موافقه کردند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخارова گفت که در این نشست وضع در شرق اوکراین، سوریه و خاور میانه بررسی شد. تیلرسون نشست را بدون صحبت با خبرنگاران ترک کرد. این ملاقات در حال برگزار شد که به گفته خود رکس تیلرسون در روابط روسیه و ایالات متحده آمریکا بعد دوران جنگ سرد پایین‌ترین سطح همکاری مشاهده می شود. هر دو کشور شمار دیپلمات‌ها را در کشورهای همدیگر کاهش دادند. ایالات متحده آمریکا روسیه را برای دخالتش در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 تحریم کرد. 3 سال به این سو مسکو برای فعالیت‌هایش در اوکراین از جمله اشغال نیم جزیره کریم و پشتیبانی جدایی طلبان در شرق اوکراین همچنان تحت تحریم قرار داده است. در نزاع‌های مسلحانه در شرق اوکراین بیش از 10,000 نفر کشته شد.